سلام، قسمت سوم از توکیو با من خوش آمدید. در این ویدیو چیزهایی که میبینید یک گوشه از اجرای زیبای دو هنرمند خیابانی در توکیو هستش. این آقای دلی حرکت میزنه، زیاد به ریتم پایبند نیستش، خیلی دلی داره کار میکنه. این آقای نه هیچ آره دیگه. خلاصه بعد از اینکه ما از این اجرا لذت بردیم افتادیم تو این کوچه خیابونای توکیو و اینجا رو که میبینید اینجا ورودی بازار بزرگشونه. از ایستگاه بازار که پیاده شی اینه سر سبز میدون توکیو این شکلیه. بعد میریم توش و یه سری مغازه‌های جالب داشتن که لباسای عجیب غریب میفروختن و اینا. و بعد این مغازه رو پیدا کردیم. این یه رستوران خیلی معروفیه که تو توکیو درست شده. استیک درست میکنن و استیک رو خورد میکنن میذارن لای نون، مثل جای ساندویچ میفروشن به شما. خیلی معروفه. فکر کنم تو استرالیا تو بریزبن هم ما دیدیم که مغازه داره، ملبورن مغازه نداره. امتحان کردیم، بسیار عالی بود. برای من یه مقدار گوشتش بیش از حد خام بود، من ترجیح میدادم یه ذره بیشتر بپزه، خوشمزه بود. بعد ما یه دیرین گرفتیم و بعدش خیابون رد شدیم. به صورت تصادفی این بالکونه رو دیدیم بالای یه دونه ساختمون، مثلا فکر کنم مال بود. و من گیر دادم که اینجا خیلی قشنگه و من باید برم اون بالا. بعد این بنده خدا دوستامونم گفتم باشه و ما بلند شدیم رفتیم با آسانسور بالا و دیدیم که چقدر قشنگه. بالکن یه فود کورتیه که میری غذا میگیری و بعد میاد تو این بالکن میشینی غذا میخوری. خیلی به نظر من شبیه بالکونا و مثلا فود کورت های تهران بودش اینجا، چون من قشنگ یادم تهران جای اینجوری بود. حالا نمیتونم دقیقا بگم کجا، ولی وایبش همطوری خیلی وایب تهران بود. بعد دیگه آره اومدیم اینجا و یه چیزی نخوردیم، البته چون خیلی سیر بودیم. خیلی حال میداد آدم اینجا سیگار بکشه، ولی خب سیگار کشیدن ممنوعه در جاهای عمومی، فقط میتونستی عکس بگیری. بعد دیگه یه ذره اومدیم اینجا ریلکس کردیم و چون از صبح که راه رفته بودیم به این مرحله که رسیده بودیم قشنگ 18,000 تا 20,000 استپ ما پر شده بود، یعنی 20,000 تا رو قشنگ راحت راه رفته بود. بعد دیگه اومدیم اینجا نگاهی کردیم و استراحت کردیم، اگه بعدش می‌خواستیم بریم بار. بقیه‌شو فردا بهتون میگم.